akşamlar. Biraz konuşalım da girmeden. دمت özdemir ستاره سریال عطر عشق رفت آمریکا. از اون طرف سیبل جان یه سورپرایز خیلی قشنگی داشت. با من همراه باشین تا بهتون بگم. دختر و پسر سلام، سودا هستم. به سلبریت سودا خیلی خوش اومدید. خبرهای جذاب این هفته ترکیه. از کی و کجا شروع کنیم؟ خبرهای این هفته سلبریتی ترکیه رو به احترام سن و سال از خانم سیبل جان، ستاره موسیقی پاپ و کلاسیک کشور ترکیه. درسته که گفتم به احترام سن و سال، ولی هزار ماشاءالله مثل قالیه کرمو میمونن، انگار نه انگار، که امسال شد 54 سالشون. تو 1 آگوست یا مرداد تولد 54 سالگیشو کنار بچه‌هاش جشن گرفت. در اصل دخترش ملیسا اورال که حاصل ازدواجش با هاکان اورال هست، مادرش رو به خاطر تولد سورپرایز کرد و یه جشن تولد ساده و البته صمیمی کنار برادرهاش برای مادرش تدارک دید. یه عکسایی هم از دوران جوانی و نوستالژی که مادرش منتشر کرد تو فضای مجازی که خیلی مورد توجه کاربرا قرار گرفت. سیبل جان به خاطر اون صدای خیلی قدرتمند و رقصای چابکی که داره، چون شاید اطلاع نداشته باشید، سیبل جان قبلا رقاص بوده قبل اینکه بخواد وارد حوزه خوانندگی بشه. به خاطر اون قدرت صداش و رقص چابکی که داره خیلی خیلی عزیز و محترم و دوست داشتنی و مورد توجه هست. نه تنها خود مردم کشور ترکیه، حتی خصوصا تو ایران هم خیلی طرفدار داره. یه چیز جالب دیگه هم بگم راجع به سیبل جان که فکر کنم خیلیاتون نمیدونید. سیبل جان با اینکه اهل کشور ترکیه هست ولی ریشه کلی داره، یعنی کلیزاد هست. کلی ها میدونین یک نژادی هستن که به صورت مهاجر در کل اروپا و خاورمیانه پخش هستن و اصالتشون سمت هند هست. سیبل جان هم گویا اصل و نژادش میرسه به کلی ها. بریم سراغ چشم‌رنگی بعدی این هفتهمون، نسلیهان آتاگül. نسلیهان آتاگül که با بازی در سریال کار سودا یا همون عشق سیاه تونست خودش رو به همگان ثابت بکنه. واقعا بازی بی‌نظیر از خودش ارائه داد، انقدر که این دختر توی سریال گریه کرد، یعنی من نگران حال روزش بودم. پارتنرش هم بوراک özçivit بود که حالا یه سری حواشی هم در ارتباط با این سریال وجود داشت، کاری به ایناش ندارم. نسلیهان با همسرش کادر یا قدیر دولو تو سریال فاتح هاروی آشنا شد چندین سال پیش و از اونجا رابطه‌شون شکل گرفت و با هم ازدواج کردن. ولی خب خیلی مدته که اینها ازدواج کردن، ولی بعد از سالها یه خبر اساسی در مورد نسلیهان هست، اونم این که اومد و خبر بارداریش رو به طور رسمی اعلام کرد. خبر بارداریش رو الان داشته باشید از ya bu o kadar tehlikeli bir soru ki yani ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. نسلیهان خیلی جالبه که بدونید، حالا که من در مورد ریشه و اصل و نسب سیبل جان باهاتون صحبت کردم، بذارید یه چیزی هم در مورد نسلیهان بهتون بگم. جالبه که بدونید نسلیهان دو رگ است. پدرش اهل ترکیه و مادرش بلاروسیه. امروز کلا با نژادهای مختلف سرکار داریم. جالبتر این که بدونید حالا یه برادر داره نسلیهان، ولی خب خیلی ندیده بودنش، یعنی اصلا برادرش کلا به دور از این فضای سلبریتی و افراد معروف زندگی میکنه، یک فرد عادی هست و خب خیلی ندیده بودنش. جدیدن عکس برادرش اومده بیرون که کپی برابر اصل خود نسلیهانه، انگار که دو قلو هستن با هم. خیلی جالبه و به قول خود ترکیه یا که تو رسانه هاش منتشر کردن، نوشتن که هر کی برادر نسلیهان رو میبینه برمیگرده و یه دور دیگه هم نگاش میکنه. Çıkanlara dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Neslihan yine bunu yapmış, Neslihan şunu yapmış, Neslihan böyle yapmış falan. میگم تو این هوای گرم که ترک جدید خفن تابستونیمون نشه. از کی؟ از ایرم دریچی. ایرم دریچی که حتما خیلیاتون میدونیم با این آهنگ معروف شد. dualar eder insan, Dualar eder insan mutlu.
الان هم با یه تک ترک خفن تابستونی برگشته به اسم گیدلیم میبوردن. من دارم واضح و تک به تک براتون هجی میکنم و اینجا هم میخوام براتون بنویسم که اگر خواستین دانلودش بکنین، چون حتما این کارو بکنین. خیلی ترک خفنی هست که تو شهر بودروم وسط دریا روی کشتی، همونطوری که تو فیلم هم داریم میبینیم، فیلم برداری شده و کلی تو فضای مجازی ترکونده و اصلا نگم براتون. ایرم دریجی که قبلا هم تو چنلمون ذکر خیرش بوده در ارتباط با عملهای استاتیکی روی صورتش انجام داده و اتفاقا هیچ وقت هم این کارش رو نکرده به خاطر صراحت لهجه‌ای که داره این دختر و اون صداقت کلامش. خیلی معروفه، خیلی محبوبه. من بهتون پیشنهاد میکنم اگر هر موقع خواستین مصاحبه از ایرم دریجی ببینید، حتما تو تنهایی و خفا این کارو بکنین، چون حرفایی میزنه که هر کسی نباید بشنوه. Geçmişi bırak, eski resimleri yak, bile bile lanetim be. دمت özdemir رفت آمریکا. بله، دمت رفت آمریکا. ولی نگران نباشین، دوباره برمیگرده ترکیه. الان برای تعطیلات تابستونی رفته آمریکا. اینجوری بهتون بگم که تو کشور ترکیه رسانه‌ها و خبرنگارها کلا خیلی کنجکاو میشن که بدونن سلبریتیاشون اما از خواننده و بازیگر میخواد تعطیلات تابستونیشون رو کجا بگذرونن. چون ماه آگوست که میاد، مثل خیلی از کشورهای دیگه یا به قول خود ترکیه یا ماه آگوست، اینها قشنگ 2 ماه رو میرن بر خودشون زندگی میکنن و تعطیلات تابستونی میگذرونن. حالا به نسبت وسعی که دارن تو شهرهای کشورهای مختلفی کارو انجام میدن. اصلا نه کنسرت برگزار میکنن، نه تو فیلم و سریالی بازی میکنن. این 2 ماه رو عملا کشور ترکیه از لحاظ سلبریتی تعطیل میشه. دمت özdemir هم در جواب خبرنگاری که بهش گفته بودن تعطیلات تابستونی رو میخوای کجا بری، گفته بود که حالا یا آمریکا یا انگلیس، هر کجا که بتونم ویزاش رو بگیرم میرم. و خب بعدها که عکس از خودش منتشر کرد مشخص شد که رفته آمریکا. یه سری استایل کابوی هم زده که خیلی شیک شده. اتفاقا به دیزنیلند آمریکا هم سر زده این وسطا. اینم بهتون بگم که یه یادآوری باشه. دمت özdemir اگر خاطرتون باشه این اواخر دیگه خیلی مورد توجه قرار گرفته و از کدوم سریال یا از کدوم فیلم تونست که خودش رو خیلی خوب ثابت بکنه. سریال ارکنجی کوش بود که به فارسی به نام عطر عشق منتشر شد. این سریال خیلی خیلی خوب و قوی تون سریال ظاهر شد و خب تونست که پله‌های ترقی خیلی زود طی بکنه. این هم از دمت özdemir و کلا این هم از هفته ترکیه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید، منتظر ویدیومون باشید که خیلی جنجالی تره. یه سری چیزا هست که میخوام براتون رو بکنم. متشکرم که تا انتها همراه هم بودید. ممنونم که حمایتم میکنید. مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. خدافظ.